بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما شما در شکل سوم، البته در اصل اول از اصول سته هستیم که شکل سوم اطاعت از قوانین ضد شریعت الهی هست. در مورد اطاعت از قوانین غیر الله احکام ذیل بیان شده هست. یعنی ما فهمیدیم که قوانینی که ضد شریعت الله ساخته میشه این قوانین جاهلیت است و کسایی که این قوانین میخوانند میسازند و اینا را تطبیق میکنند، اینا در کفر اکبر، کفری که مخرج از ملت هست، این مبتلا میشن. کسانی که از این قوانین اطاعت میکنند، میان از این تواقیت و از این قانون سازایی که ضد شریعت الله قانون ساختن از این اطاعت میکنند، یا در لشکر از اینا داخل میشن، یا در اردویشان، یا در پلیسشان، یا در امنیتشان. اینا چی حکم دارن؟ حکم اولی هست که بسم الله الرحمن الرحیم که روگردانیدن از اطاعت از شریعت الهی کفر است. اینا کسی که از شریعت الله اطاعت نمیکنه بلکه از این قوانین اطاعت میکنه، علما میگن که اینمی اطاعت کردن از قوانین از اینا طبعا وقتی میشه که اینا از شریعت الله روی میگردن، میگن که این کفر است. الله متعال میگه که قل اطیعوا الله و الرسول، بگو برشان ای رسول الله صلی الله علیه و سلم که اطیعوا الله، شما اطاعت از الله بکنین، و الرسول و اطاعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم بکنین. فان تولوا، اگر این مردم رو گشتاندن از اطاعت الله و رسولش، فان الله لا يحب الكافرین، یقینا که الله کافرها را دوست نداره. پس رو گشتاندن از شریعت الهی و اطاعت کردن از قوانین ضد شریعت الهی این چی است؟ الله گفته که لا يحب الكافرین، حکم کرده که اینا کافر هستن و الله کافرها را دوست ندارن. حکم دومش چی است؟ که اطاعت از قانون سازان شرک است. اگر کسی اطاعت از اینی کسایی میکنن که اونا قانون میسازن که ضد شریعت الله سازی اطاعت میکنن، این در قرآن عظیم شان شرک گفته شده هست. الله متعال میگه و این الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، میگه شیطان ها خبر میتن برای کی؟ برای اولیاء و دوستانشان، لیجادلوکم، تا به همراه شما باز اینا مجادله و بحث بکنن. و این اطعتموهم، اگر شما باز از امی شاگردای شیطان ها که بر از اینا قوانین ضد شریعت الله را بیان کرده و ساختن، شما از اینا اطاعت کنین، انکم لمشرکون، یقینا که شما مشرکان هستین. پس الله متعال اینا را چی گفتن؟ مشرک میگن. و صاحب تفسیر اضواء البیان میگه که فصرح بانهم مشرکون، میگه اینجا در آیت قرآن برای کسایی که اطاعت از قوانین ضد شریعت الله میکنن اینا را مشرک گفته، به طاعتهم، به خاطر اطاعتشان از این قوانین. حالا بسیاری کسا وقتی که میرن در بسیاری از کشورها اینجا قوانین ضد شریعت الله تطبیق میشن و اینا میرن همین قوانین میپذیرن و اطاعتشان. این عالم میگه که این عالم میگه یا مشرک هستن به خاطر اطاعت کردنشان از اینمی افراد، از اینمی قانون سازایی که ضد شریعت الله قانون ساختن، از حکومتی که او ضد شریعت الله قانونش هست، بر از اینا اطاعت میکنن. و هذا الاشراک فی الطاعت، میگه این شرک در چی هست؟ میگه این شرک در طاعت هست. یعنی بعضی کسا شرک در عبادت میفهمه، شرک در ذات میفهمه، ما شرک در ذات داریم، شرک در صفات داریم، شرک در افعال داریم، شرک در عبادت داریم. این شرک در چی است؟ قسم پنجم شرک در اطاعت است. پس اینا بسیاری کسا شرک در عبادت شرک قرار میتن، میگه این شرک در عبادت نیست، این شرک در چی است؟ در اطاعت است. این مفسر قرآن میگه چرا اینا را مشرک گفت؟ بعد از میگه فالاشراک بالله فی حکمه، میگه شرک کردن به الله در حکمش که الاشراک به فی عبادته. این میگه قاعده بسیار آسان که کسی اگر با الله در حکمش شرک میکنه مثل ازی است که در عبادتش چی کرده؟
شرک کرده، یک چیز است، در او هم مشرک میشن، در این هم مشرک میشن. قال فی حکمه، میگه الله سبحانه و تعالی در حکمش میگه که ولا یشرک فی حکمه احد. این آیت قرآن است، یعنی که الله سبحانه و تعالی در حکمش هیچ کس را شریک نمیکنه. این حال اگر کسی شریک کرد، این شرک آورده به الله سبحانه و تعالی. وقال في الاشراك في عبادته ولا يشرك بعبادة ربه احدا. این میگه که الله متعال در قرآن در یک آیت گفته که ولا یشرک بعبادة ربه احدا، و در آیت دیگه گفته ولا یشرک فی حکمه احدا. پس در اونجا شرک در حکم بیان کرده، اینجا شرک در عبادت بیان کرده. باز این عالم مفسر قرآن چی میگه؟ میگه فالامران سوا، فالامران سوا، یعنی اردوشان شرک هستن. چه شرک در عبادت باشه، این هم انسان از دایره ایمان خارج میکنه، مرتد میسازه، و چه شرک در حکم باشه که این هم انسان از دایره ایمان خارج میکنه. امی عالم نشته میکنه، میگه که ان کل من، میگه هر کسی که یتبع نظاما و تشریعا و قانونا مخالفا لما شرعه الله، میگه هر کسی که متابعت از یک نظام یا از یک قانون، شریعت و قانونی که مخالف شریعت الله هست، که او را الله سبحانه و تعالی به زبان پیغمبرش تشریع کرده و بیان کرده، میگه چی است؟ هر کسی که مطابقت از این نظام و قوانین ضد شریعت الهی میکنه، فهو مشرک بالله، میگه این مشرک به الله هست. چی معنی مشرک بالله هست؟ میگه کافر هست. خب دقیق میگه که یعنی کسی فکر کنه که والا نه برو خودش، میگه نه، کافر است. متخذ ذلك المتبوع ربا، میگه این کسی را که مطابقت میکنه او را رب خود قرار داده هست، این رب خود گرفته. پس این میگه مشرک است و در کفر داخل شده است. متوجه هستین؟ برای توضیح بیشترش چی میگه؟ میگه فالذی، پس کسی که یتبع نظاما غیر نظام الله، میگه هر کسی یک کسی مطابقت از نظام میکنه که غیر از نظام الله، و تشریعا و قانون را مطابقت میکنه غیر تشریع الله، غیر از شریعت الله، او غیر ما شرعه الله، یا آنچه را که الله را مشروع نکرده است، و قانونا، یا مثلا مطابقت از قانون میکنه که این قانون مخالفا لشرع الله، که مخالف شرع الله هست، من وضع البشر، از ساخت بشر است. معرضا عن نور السماء، میگه ای اعراض میکنه از نور آسمانی، الذي انزله الله على لسان رسوله، که بالای رسولش الله نازل کرده. من کان یفعل ذلك، من کان یفعل هذا، میگه کسی که امی کار میکنه، قانون غیر الله را اطاعت میکنه و از شریعت الله اعراض میکنه، میگه هذا من کان یفعل هذا هو و من کان یعبد الصنم و یسجد للوثن لا فرق بینهما البته بوجه من الوجوه. میگه بین ازی و بین بت پرسته که برای بت سجده میکنه هیچ فرقی نیست ابدا، به هیچ شکل. میگه او هم مشرک کافر هست و این هم مشرک کافر هست. فهما واحد کلاهما مشرک بالله، میگه اردوشان یک چیز است، اردویشان به الله شرک کردن. هذا اشرک فی عبادته، او که به بت سجده میکنه شرک در عبادت آورده، و هذا و کسی که در قانون غیر الله را میپذیره، اشرک به فی حکمه، در حکمش چی کرده؟ شرک آورده هست. کلاه مساوی، او در شرک در عبادت کرده، این شرک در حکم کرده. اردوشان مساوی هستند. متاسفانه در بسیاری از مدرسه ها و پوهنتون ها حتی ماستری و دکترا میگیرن، این گپا را نمیخوانن و این بسیاری وقتا از منهج دور میکنن. نیست در منهج، یعنی تا که مثلا مردم کلگی اطاعت کی بکنن؟ اطاعت طاغوت بکنن. یعنی مردم نافهمیده و با وجود که لیسانسش داره و ماستری داره و دکترا داره، چه افتخار میکنن، به این کفر بسیاری کسا مبتلا میشه.
چرا بیچاره نمیفهمه، نخوانده و حالا همه کس برش میگه باز او رو رد میکنم. حکم سوم اطاعت از قانون سازان ند قرار دادن آنان هست. الله متعال میگه فلا تجعلوا لله اندادا، بر الله انداد و شریکان نبرین در حالی که میدانین. خب اینجا امام بخاری چی میگه؟ میگه از عبدالله قال سألت النبی صلی الله علیه و سلم، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسان کردم که ای ذنب اعظم عند الله، کدام گناه پیش الله بسیار بزرگ است؟ قال ان تجعل لله ندا و هو خلقك، تو بر الله شریک بسازی در حالی که الله تو را خلق کرده هست. خب عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه که لا تشركوا بالله غیره من الانداد التي لا تنفع ولا تضر، میگه به الله شریک نکنین، ند شریکان را شریک نسازین که بر تو نفع ضرر نمیرسانه. و عبدالله ابن مسعود و از تعداد از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در مورد فلا تجعلوا لله اندادا وقتی که پرسیده شد گفتن اکفاء من الرجال، اونا کفهای هستن، مثال های از اشخاصی هستن که تطیعونه، شما از اونا اطاعت میکنین در معصیت الله. صحابی عبدالله بن مسعود و دیگه صحابه میگفتن که وقتی که تو از مخلوق اطاعت میکنی در قوانین، در حقیقت تو چی کردی؟ به الله ایره انداد یا ند قرار دادی. اکرمه میگه ان تقولوا لولا کلبنا لدخل علینا اللص الدار، اگر همی سگ ما نمی بود دزد خانه ما داخل میشد. لولا کلبنا صاح فی الدار و نحو ذلك، اگر سگ ما نمی بود ای باز صاح فی الدار، یعنی کلمات گفتن حتی میگه ای خطرناک است، ای خطرناک است. علمای دیگه در مورد انداد میگن که ما جذبک عن دین الاسلام، هر چیزی که تو را از دین اسلام دور بسازه، اگر از اهل خانواده‌ات باشه یا خانه‌ات باشه یا قومت باشه یا مالت باشه، او در حقیقت تو ند قرار دادی به الله سبحانه و تعالی. حکم چهارمی که در این راستا بیان شده است اطاعت از قانون سازان ربوبیت دادن به آنان است. یعنی اگر یک کسی قانون میسازه که ضد شریعت الله است، حلال حرام میکنه، حرام حلال میکنه، این حال کسی که از او اطاعت میکنه، این در حقیقت صفت ربوبیت الله را بر از او دادن هست. یعنی الله میگه که الحمدلله رب العالمین، کی رب العالمین است؟ الله هست. چرا که خلق کننده و روزی دهنده و تعیین کننده احکام الله هست که رب العالمین است. این حال اگر کسی عمی تعیین کردن احکام و قوانین بر مخلوق میده، این ربوبیت صفت ربوبیت داده هست. الله متعال میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یهود و نصارا علمای خدا، یهود علمای خدا و نصارا پیرای خدا چی گرفتن؟ ارباب گرفتن من دون الله. خب این ارباب بفین ربوبیت برشان دادن. ارباب جمع رب هست و رب او همو معبودی است که اطاعت میشه بغیر از طاعت الله، او را ارباب میگن. و همچنان علما میگن که من افتاک، ارباب کی هست؟ هر کس که تو را فتوا داد به مخالفت الحق، مخالف حق و اطاعته، تو هم رفتی از او اطاعت کردی. یعنی عالمی که ضد شریعت الله فتوا داد، مثل احبار واره حلال حرام ساخت، حرام حلال ساخت و تو از او اطاعت کردی، او را بر خود رب قرار دادی. العیاذ بالله چقدر سخت است و بسیاری کسا امروز در این مرض مبتلا هستند. از حذیفه رضی الله عنه، از حذیفه رضی الله عنه چی شد؟ پرسیده شد. از حذیفه رضی الله عنه پرسیده شد ارأیت قول الله اتخذوا احبارهم، برش گفتن که این حذیفه تو امی آیت قرآن خواندی که الله متعال گفت که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله؟ قال میگه حذیفه گفت سکو فهم سلف، فهم صحابه، اما انهم لم یکونوا یصومون لهم، میگه او خب از اونا روزه نمی گرفتن برای احبار و رهبان خود، ولا یصلون لهم، برشان نماز هم نمی خواندن، ولکن خیلی چی میکردن؟ ولکنهم كانوا اذا احلوا لهم شیئا استحلوه. ای علما و پیرایشان
وقتی که چیز برشان حلال می ساختن ضد کتابشان یا بازور حلال قرار می دادن. صحیح است، عالم ما گفتن و اذا حرموا علیهم شیئا احله الله لهم حرمهم. وقتی که یک چیزی که الله برای اونا حلال کرده، این علمایشان احبار و رهبانشان او رو برشان چی میکردن؟ حلال میکردن. اینجا چی است؟ گفت که و اذا حرموا، و وقتی که امی احبار و رهبانشان حرام میکردن، چی رو حرام میکردن؟ شیئا، چیزی را که احله الله لهم که الله برشان حلال گفته است، باز حرموه میان میگفتن این حرام است. کی گفته؟ پیر ما گفته، عالم ما گفته هست. این کفتر بر ما گفته نخو، ازدواج نکو، جوان کمر بسته باش. این گپا رو بسیار میگن. این فتلک کانت ربوبیتهم، این ربوبیتشان بود. برای ما بزرگای ما گفته که ازدواج نکنید. الله میگه ازدواج بکنید، رسولش میگه نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. لکن این عالمش یا پیرش برش میگه که نه، تو ازدواج نکو، کمر بسته باش. الله میگه که موسیقی و چیز حرام است، رسولش میگه حرام است، ناروا هست. یا من چی میگن؟ میگه نه، موسیقی عبادت است، بخیز این کارو بکن. و به این شکل هزارها چیز دیگه. فتلک کانت ربوبیتهم، اینی میگه ربوبیتشان هست. اونها اینی مشکل داشتن، احبار و رهبان. از این خاطر، این به خاطر چی گفته شده که امت اسلام باید در این قسمت مسلمان ها محتاط باشن که مثل از اونا ورده مرض از اونا مبتلا نشن. عبدالله بن عباس دیگه صحابی هست، این هم مفسر قرآن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم برش دعا کرده که اللهم علمه التعویل، اللهم فقهه فی الدین. این فقیه در دین به دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ میگن لم یأمروهم ان یسجدوا لهم، این احبار و رهبانشان نگو برشان امر نمیکرد که برشان سجده بکنه، ولکن امروهم به معصیت الله، لکن اینا را امر کرد به چی؟ به معصیت الله اینا را امر کردن. فاطاعوهم، اینا در معصیت الله از این علماء احبار و رهبان خود، علما و پیرای خود چی کردن؟ اطاعت کردن. فسماهم الله بذلك اربابا، میگه الله اینا را گفت که اینه را ارباب ساختن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا را ارباب یعنی ربهای خود ساختن. این چیست؟ و اما امام طبری رحمه الله میگه ارباب من دون الله چیست؟ یعنی سادت الله من دون الله، میگه این بزرگایشان بودن به غیر از الله. یطیعونهم فی معاصی الله، از اینا در معصیت الله اطاعت میکردن. فیحلون ما احلوه لهم مما قد حرمه الله علیهم، و چیزی که الله برشان حرام کرده بود یا برشان گفته حلال است برین بکنین. و یحرمون ما حرم ما یحرمونه علیهم مما قد احله الله لهم، چیزایی که الله برشان حلال کرده بود اینا سرشان حرام میکردن. حلال حرام، حرام حلال، و اینا از او اطاعت میکردن. الله گفت که اینا از اینا رب قرار دادن، اینا را ارباب خود گرفتن. و اقوال و اتخاذ الاحبار رهبانا، یا عالم دیگه میگه که لا یعنی انهم کانوا یصلون لهم، میگه به این معنا نیست که برشان نماز بخوانن یا برشان عبادات بکنن، ولکن اونا چی میکنن؟ یشرعون لهم، برشان قانون میساختن. فیتبعونهم فی هذا التشریع، و از اونا در امی قانون از اونا مطابقت میکردن. کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن مثل که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر عدی بن حاتم گفت بله اینا چی میکردن؟ بلا انهم احلوا لهم الحرام و حرموا علیهم الحلال فاتبعوهم فذلك عبادتهم ایاهم. گفت وقتی که اونا برشان حلال حرام میکردن، حرام حلال میکردن، اینا از اونا مطابقت میکردن، میگه فذلك عبادتهم ایاهم، این هم عبادتشان هست، این هم عبادت است. اینا بسیاری کسان عبادت زبانی را عبادت میگه، عبادت بدنی را رکوع و سجده را عبادت میگه، عبادت تشریعی را عبادت نمیگه. و رسول الله صلی الله علیه و آله گفته که اینمی اطاعت از شریعت این هم عبادت هست. این هم چی است؟ عبادت هست. دیگه شما تنها عبادت چیه؟ رکوع سجده یا رکوع یا روزه نگیرین. خب دیگه حکم پنجم اطاعت از قانون سازان داخل شدن در فتنه است. این حکم پنجمی هست که بیان میکنه. میگه الله سبحانه و تعالی میگه و ان احکم بینهم بما انزل الله، و رسول الله صلی الله علیه و آله میگه رسول الله صلی الله علیه و آله تو در بین از اینا حکم بکن موافق ما انزل الله. هر قضیه و هر مسئله سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، قضایی، هر چیزی که میگه مطابق ما انزل الله در بین از اینا فیصله بکن. ولا تتبع اهواهم، مطابقت از خواسته های از اینا نکو.
وحذرهم از علمای یهود و نصارا و از اینا بترسن یفتنوک عن بعض ما انزل الله، که تو را در فتنه پرتن از بعض ما انزل الله. اینا میامدن برشون میگفتن که والا اینی چیزا مطابق نظر ما بکن. فان تولوا، وقتی که تو حکم الله را کردی اینا رو گشتاندن، فعلم انما یرید الله ان یصیبهم من بعد ذنوبهم و ان کثیرا من الناس لفاسقون. بسیاری از مردم ها هستن که از حکم الله خارج هستن. عبدالله ابن عباس چی میگه؟ میگه کعب ابن اسد ابن سوریا و شعث ابن قیس این علمای اهل کتاب بودن. بعد یکی دیگه گفتن بیا به نزد محمد برویم، شاید که او را در دینش در فتنه پرتیم. اهل کتاب هستن، یهود. اینا گفت بیان که رسول الله صلی الله علیه و آله چی کنیم؟ این در فتنه پرتیم. به نزدش آمدن. چه قسم در فتنه میپرتن؟ به نزدش آمدن و گفتن یا محمد، گفتن ای محمد انک قد عرفت ان احبار یهود، گفت تو میفهمی که ما علمای یهود هستیم و اشرافهم و ساداتهم، و ما از اشراف و بزرگها و رؤسایشان هستیم. و ان ان اتبعناک اتبعنا یهود ولم یخالفونا، اگر ما از تو متابعت بکنیم باز کل یهود از ما متابعت میکنن و مخالفت نمیکنن. ما علمایشان هم هستیم، بزرگایشان هم هستیم. و این بیننا و بین قومنا خصومه، ما و قوم ما در یک موضوع دعوا داریم. خصومت دعوا است. فنحاکمهم الیک، یارا میاریم پیش تو که تو در مورد از اینا قضاوت بکنی. فتقضی لنا علیهم، تو به نفع ما به ضد از اینا قضاوت بکن. و نؤمن لک و نصدقک، ما و تو ایمان بیاریم و تو را تصدیق میکنیم. این چال فتنه از اینا بودن. رسول الله صلی الله علیه و سلم این سخنشان قبول نکرد. پس الله سبحانه و تعالی امی آیت قرآن نازل کرد که و ان احکم بینهم بما انزل الله، مطابق ما انزل الله حکم بکن ولا تتبع اهواءهم، از این خواسته های از اینا مطابقت نکن. واحذرهم ان یفتنوک، تو در حذر باش که تو را در فتنه نپرته، چرا اونا میخوان که تو را با این شکل در فتنه پرته. این حال هر کسی که حکم الله را تطبیق نکرد خود در چی انداخته؟ در فتنه انداخته. شکل چهارمی که ما و شما ایره میخوانیم دادخواهی یا تحاکم به محاکم ضد شریعت الهی هست. این انشاءالله ما و شما بعد از یک تفریح یا یک فاصله باز ما و شما ایره انشاءالله میخوانیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.